قربانی را از دیدگاه لغوی و معنی برای ما تعریف کنید. قربانی از روی دین اسلام قربان کردن، خون ریختن. قربان از دیدگاه لغوی، از دیدگاه لغوی نه، شما برادر، از دیدگاه قربانی از دیدگاه لغوی، معنای لغت همچون قربانی چیست؟ این رو برای من تعریف. قربانی از ویم سر دادن، سر وای کردن، سر فرود آوردن، سر چی کردن، سر بوی دادن. ببین تو اون درجه را معرفت و دارای یعنی دانشت او قدر پایان است که کلمه قربانی را معناش را نمیدونی. خودت چگونه میتونی برای در حالتی که خودت فهمیشت به اون درجه را نمیرسه، چه از دیدگاه دینی چه از دیدگاه دنیوی، یعنی سواد تو درجه را نیست که حتی کلام قربانی را، حتی در وقتی که مردم میروند حج مال خود را قربان میکنن، مال خود تا چقدر از اون میگذری، یعنی خودگذری است. خودگذری یعنی از خودگذری چیست؟ از خودگذشتن چی؟ معنی خودگذر چی؟ خودگذر این است که تو نمیخوایی که یعنی که جان دادن؟ نه جان دادن. تو ببین وقتی که میرای در یک مثلا اساس جهاد چیست؟ برپا کردن عدالت در روی زمین. در حالتی که تو رفتی عدالت کردی در روی زمین جاری کردی، او پیروزی است. اگر در همین راه کشته شدی شهید میشه. اگر هدف فقط شهید شدن باشه و برای بجنگی، مرد شهید نمیشه، چون هدف برقراری عدالت در روی زمین است. این یک. وقتی که ما میگیم خودگذری، هدف جان دادن نیست، هدف اینه که جان خود را در همون راه دادن است. آیا اینه که تو میشوی نمیشوی، یعنی در این راه تو را زندان میکنن نمیکنن، این خودش. من نمونه مثال میگم. من سال 2015 وقتی که مسکو برگشتم از ترکیه، در ترکیه سال 15 برگشتم، مقصود ابراهیم به من دعوت کرد که یعنی 15 ینور سال 2015 من از ترکیه برگشتم. مقصود ابراهیم فراوری سازمان جوانان برای یوی تاجیکستان به من دعوت کرد که بیا در خانه من زندگی کنی، من تنها در فلان جا زندگی میکنم. خب خاموش گریخت. و همین مقصود ابراهیم، من گفتم که از 3 ینور من میام، چون من یک جای دارم ملکت پرداخت کردم تا 3 ینور من باقی میمونم. از روز 3 من میام، روز 20 ینور مقصود ابراهیم از خونش دزدیدن. و اگر من این اتاق تو 15 روز نمی داشتم و اگر امر تقدیر نمی بود، من همین اجاره همین اتاق 15 روز نمی سپردم و در اون نمی موندم و من قربانی همین مسئله می شدم. یعنی مثل مقصود امروز در زندان بودم. این یک. دوم، من سال 2018 رفتم در روسیه، مرا دستگیر کردن ولی با امر تقدیر مرا آزاد کردن. این قربانی نیست؟ میتونستم در جای مقصود ابراهیم وفازی باشم و میتونستم در جای کی بودم، جناب دارد سهراب ظفر از روسیه من مثال می‌زدن مرا می‌بردن، من دستگیر شدم. این قربانی از خودش گذشتن است. مادر من هر روز دعوت می‌شود به اداره پلیس، این قربانی نیست؟ پدر من هر روز دعوت می‌شود به اداره پلیس، قربانی نیست؟ تمام نزدیکان من امروز در تاجیکستان زیر ظلمن، این قربانی نیست؟ برادر من از روسیه برگشته نمیتواند، یگان کاری نکرده است، فقط اینه که برادر من است نسبتش پرونده کنه، این قربانی نیست؟ قربانی خودگذری است و اساسی خودگذری ای است که تو از همون جان و ملکت میگذری و در راه میبروی. همینه که بورمدی خودش خودگذری است. اونه که تو در اونجا شهید میشه، زندان میشه، میکشنت، او دیگه توقع، او دیگه تقدیر الهی است، او دیگه دستی من نیست. اگر باشه پیوستش کن کو صحبت چه بکنم. خب برادری عزیز، شما خودگذر، برادری عزیز، شما خودتون گذاشتگی نکنید. شما اگر که خودتون میگذاشته اروپا رفته برآمد نمیکرد. برادر من قربان شدم میگه در این. بله صبر کن. من در روسیه بودم، تظاهرات کردم. تمام تظاهرات های من در روسیه هستن. در روسیه تظاهرات کردیم. روز 31 دکتر آخرین تظاهرات، 30 دکتر آخرین تظاهرات ما در نزد سفارت ترکیه و سفارت تاجیکستان در شهر مسکو. بعد از اون 2018 ماه دکتر من مسکو رفتم، در مسکو دستگیر شدم. 8 ساعت در فرودگاه نگاهم داشتن. بعد از 8 ساعت خب دیگه به امر الهی ما رو زندان نکردن، آزاد می‌کردن. خب میتونستن ما رو از اونجا ببرن.
این خودش قربانی نیست، خودگذاری نیست، سپردن. پس برای چی گریخته یوروپ اومدی؟ تو اخیرا نرفتی. ببین وقتی تو در جنگ میرای همچون یک مجاهد میجنگی و حتما خطا بشکن، یعنی بکشی. هدف کشتن نیست. البته وای مجاهد که شدی میکشی وای خودت. هدف کشتن نیست، هدف برقراری عدالت است. وقتی که بار اول خالد بن ولید رسول خدا صلی الله علیه و سلم به جنگ روان میکنه، سرلشکر نیست، یکم امیر کشته میشود، دوم امیر کشته میشود، اینا 2000 سرباز دارن و در آخر سرلشکری به دست خالد بن ولید میغلطه و خالد بن ولید مردم رو از همون جنگ میگریزونه، میگه که بس جنگ تمام، قفانشینی میکنیم. قفانشینی میکنن، به مدینه میآیند و در مدینه همه براشون سنگ میزنن، میگن شما از جنگ گشته، امر رسول خدا صلی الله علیه و سلم برگردونید. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه که این کاری که خالد کرد این بهترین کار بود، نجات دادن سرباز از مرگ این بالاتر از اون چیزی است که پیروز چی میشی، سرباز رو میکشی. و خودی رسول خدا صلی الله علیه و سلم از مکه هجرت کرد به مدینه، یعنی گریخ از خطر. این معنی رو داره که ما قربانی کردیم، این معنی رو نداره ما خودمون رو بکشیم. وقتی از خطر رو میبینی از خطر خودت رو دور میکنی، این واقعی است، این رو باید بکنی. اگر همون روزی که این حالی حال جایی که برای تاجیکستان نزدیکترین حالت بیاید که ما بریم انقلاب کنیم میره میکنیم. این مسئله از اون مسئله که خودت میگوی فهمی شد بسیار دوره. برم مثلا برم هر انسانی را که بگو که چیکار کرد میدونه دین اسلام. وقتی که اسماعیل رو میخواستن قربانی کنن چگونه همی قربانی به میون بود، خودگذری کرد، آمد کار در گردنش مون، خودگذری کرد ولی رسول همون را قتل کرد، قربانی شموریده شد ولی نکشکو همون را قربانی قبول شد بدون کشتن قربانی قبول شد. چرا؟ ای برادر وای بخشش پیش گپ دو. ای برادر وای همه با امر برادر یک دقیقه پیش گپ دو. یک دقیقه پیش وای برادر وای حضرت یعقوب پیغمبر بود، وای همه با امر خدا بود. خودت کی تو؟ یک سوال. حضرت یعقوب بود و فرزندش رو قربانی میکرد، پیوستش کرد. همه مرده که این اکو اگر تو یه هفته بگوی که این با فکرم که با یکمش گبزانیاش برادر عزیز حضرت یعقوب امونش سخت نیست، یک دیمش که امونش یکمش که اوقا سخت نیست، دیمش که مردک موجه با چهره گبزه است. تو یا آدمی که یک کار کرده یک گپای گفته است که تو حق داری که با چهره ببروی گپ زنی، چون تو با چهره نمیبروی گپ نمیزنی. از رحمان و برو با چهره گپ زن تا پگه نصیحتت می‌نیم. بیو алмаз این گپای شما به حد خطا ده. میدونی برای چی خطا؟ خطا که مردمی که همین نورس و همشه این خیل بود همه برای فریب گفتند. من یگون گر نه حقارت نه یگون جنگ وای نمیکنم. چون چهرهت نشون نمیدی. یک مرتبه در ساعتی که خود تو امروز لبای خب قربانی منظوری خودت فقط کشتن ده، تو نکشتنت قربانی نبوده. اینه که تو در جنگ میره اشتراک میکنی قربانی فقط بکشنه در قربانی است. تمام. ایش از جانب خودت و به مفکوره خودت و علم خودت تن دادیم در این مسئله دوم. خودت چگونه میبینی همین مسئله که ما باید چیکار کنیم از دید خودت؟ کدام کار ما خطا است؟ اگر خودت که ما خب جون شده خطر میگیره خودت همین مسئله که عین حال در تاجیکستان وجود داره که امکان داره تاجیکستان با خودکمکی مثل مثلا عراق، مثل سوریه و یک جنگ شهروندی طولانی مدت تبدیل شود و امکان حتی از بین بردنش است. به خاطر چی؟ چون هر دیکتاتوری، هر کشوری که یک حکمران داشته است او عاقبت از بین رفتگی است. خب چیکار کنیم؟ بیا خودت بگو.